چرا من نباید سلفی بگیرم؟ شما آرامش خودتو حفظ کن پوریا. الان برنامه زنده تلویزیونی عمو حیدری میخواد بخونه، استاد داوود حیدری استاد بنده است. افتخار میکنم که سالها در مکتب ایشون درس دادم، طنز، تقلید صدا و خوانندگی. خب الان شما یه دو بیتی میخونید، منم با شما میخونم ادامه‌شو تو بخون که صداها رو تقلید ببینید. میتونم سازم بزنم وسطش؟ آره چرا نه. خب بذار خودش شروع کنه. قشنگ‌تر خودت شروع کن. در این دنیا تک و تنها شدم من، گیاهی در دل صحرا شدم من، چو مجنونی که از مردم گریزد، شتابان در پی لیلا شدم من، چه بی اثر میخندم، چه بی ثمر میگریم، به ناکامی چرا رسوا شدم. آقا اجازه بدید من به افتخار هر دو دست بزنم. آقا سلام علیکم. از شما هم گرفتش، از شما. آره دست شما درد نکنه. سلام به همه، سلام عمو و خاله هاش. استاد ممنونم. خب قربونت برم. من باید